سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی چنل مگاترفن. امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه عزیزان و تا انتهای این ویدیو جذاب همراه ما باشین عزیزان. تو این آموزش قرار ما بهتون یه برنامه معرفی کنیم که مخصوص شما مگاترفندی‌ها. شما با استفاده از این برنامه میتونیم ویدیوها و آهنگ‌هایی که داخل یوتیوب و سانکلاد هستن رو به صورت کامل رایگان و بدون تبلیغ تماشا و یا اینکه گوش بدین عزیزان. و شما با استفاده از این اپلیکیشن میتونید ویدیوها و آهنگ‌هایی که داخل یوتیوب و سانکلاد هستن هم دانلود کنید. اون هم به صورت کاملا رایگان. پس بهتون توصیه میکنم حتما از این اپلیکیشن استفاده کنید و توی ادامه آموزش این اپلیکیشن رو من بهتون معرفی میکنم. پس حتما با چنل ما همراه باشید. و اگر هم هنوز چنل ما رو سابسکرایب نکردید چنل رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت فراموش نشه و زنگوله کانال رو هم حتما فعال کنید. و اینم بگم که وقتی چنل به 100 سابسکرایب اولش برسه و یه قرعه کشی داریم که به 3 نفر به صورت کامل رایگان شماره مجازی تلگرام میدیم عزیزان. پس حتما چنل رو ساب داشته باشین عزیزان. خب بریم واسه آموزش این اپلیکیشن جذاب. تو این آموزش ما از برنامه نیو پایپ استفاده میکنیم که لینک دانلود و همچنین خود اپلیکیشن رو داخل چنل تلگرام قرار دادم که آدرس چنل هم بر روی تمام ویدیوها و دیسکریپشن تمام ویدیوها قرار داده شده دوستان. پس شما با مراجعه کردن به چنل تلگرام میتونین فایل‌های مورد نیازتون رو بردارین و استفاده کنین. خب من وارد برنامه نیو پایپ میشم که شما برای ورود حتما باید به یه VPN متصل باشین عزیزان تا بتونین از این اپلیکیشن استفاده کنین. خب من وارد اپلیکیشن میشم و همینطور که میبینید الان من به یه VPN متصلم و توی قسمت‌های محبوب الان قرار دارم و وقتی وارد این بخش بشین ویدیوهای پرطرفدار یوتیوب رو توی این چند روز اخیر رو بهتون نمایش میده عزیزان. و شما برای اینکه بخواید حالا یه ویدیو خاصی رو بخواید نگاه کنین یا چنلی خاصی رو نگاه کنین کافیه که برای این علامت سرچ که سمت راست برنامه بالا قرار داده شده کلیک کنین تا وارد این بخش بشین. بعد کافیه که لینک ویدیو و یا آدرس چنل مورد نظرتون رو وارد کنین. حالا بر فرض مثال من مگاترفند رو وارد میکنم و بر روی سرچ کلیک میکنم و همینطور که میبینید چنل مورد نظر و ویدیوهای اون چنل رو براتون میاره عزیزان. حالا من چنل خودمون رو بالا میاریم و به همین راحتی شما میتونین ویدیوها رو تماشا کنید. حالا اگه خواستین میتونین بر روی اشتراک کلیک کنین و عضو این چنل بشه و دیگه نیازی نباشه که برین اسم ویدیو و یا لینک ویدیو رو کپی کنین و یا قرار بدین. کافیه که توی بخش صفحه اصلی برگردین و بر روی این بخش کلیک کنین عزیزان تا وارد بخش اشتراک ها بشین و همینطور که میبینید توی بخش اشتراک ها چنل هایی که ساب کردین رو بهتون نشون میده عزیزان. و توی بخش موارد جدید کافیه که برای اولین بار این صفحه رو رفرش کنید به سمت پایین بکشین تا ویدیو اون چنل هایی که ساب کردین رو به شما نمایش بده و به همین راحتی ویدیوهایی که من آپلود کردم رو بهتون نمایش میده. حالا برای اینکه بخواید تماشا کنید شما کافیه که بر روی ویدیو مورد نظرتون کلیک کنین تا ویدیو برای شما بالا بیاد و بدون هیچ تبلیغی ویدیو برای شما نمایش داده میشه. و همینطور که میبینید ویدیو برای من داره نمایش داده میشه و اونم بدون تبلیغ. و برای دانلودم شما کافیه که بر روی بارگیری این بخش کلیک کنید. همینطور میبینید این بخش کلیک کنید تا وارد بخش بارگیری بشید. این قسمت شما انتخاب میکنید که آیا میخوام ویدیو رو دانلود کنین و یا نه فقط صداشو و یا توی قسمت اینجا انتخاب میکنید چه کیفیتی باشه و همینطور که سمت راست حجم هر کیفیت هم برای شما نمایش داده شده. و توی قسمت ویدیو اگه خواستین میتونید کیفیت مورد نظرتون رو انتخاب کنین و بر روی این قبول سمت راست کلیک کنین عزیزان تا برای شما دانلود بشه عزیزان. و به همین راحتی شما میتونید ویدیوهای داخل یوتیوب رو دانلود و یا تماشا کنید اونم به صورت کاملا رایگان. حالا بر فرض مثال اگه خواستین آهنگ‌های سانکلاد رو دانلود کنید کافیه که بر روی سه خط سمت چپ کلیک کنید تا وارد این بخش بشید. این قسمت همینطور که می‌بینید من الان روی حالت یوتیوب هستم و برای اینکه وارد بخش‌های دیگه بشم کافیه بر روی این مثلث کلیک کنید تا این بخش براتون بالا بیاد.
حالا توی قسمت انتخاب میکنید چه پلتفرمی باشه. حالا من ساندکلاود انتخاب میکنم و همونطور که میبینید الان تم برنامه عوض شد و توی قسمت جدید ها اگه وارد بشم رفرش کنم تمام آهنگ های پرطرفدار اخیر رو به من نمایش میده. و برای جستجوی آهنگ مورد نظرم گفتم آیکون جستجوی سمت راست کلیک میکنین و لینک و یا چنل شخص مورد نظر، آهنگ مورد نظرتون رو وارد میکنین و اونو دانلود و یا دنبال میکنین و به همین راحتی شما میتونین ویدیوها، آهنگهای داخل یوتیوب و ساندکلاود رو دانلود کنید. خب دوستان، لایک و کامنت فراموش نشه. اگر هم چنل رو سابسکرایب نکردین چنل رو سابسکرایب کنین و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ویدیوها دیگه ما رو هم تماشا کنید، حمایت کنید تا بتونیم ویدیوهای جدیدتری براتون آپلود کنیم تا شما بتونید از این ویدیوها استفاده کنید. دوستان امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه و تا یه آموزش دیگه و یه ترفند دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدارتون. یا حق.